میخوام یه داستانی امروز براتون بگم از فیت. شاید خیلیاتون شنیده باشین. فیت جریانی سگیه که سال 2002 متولد شد و به خاطر نقص مادرزادی که داشت تمام دامپزشکا معتقد بودن که این نمیتونه یه زندگی عادی و سالم داشته باشه و زنده نمیمونه. اما خانواده استرانگ تصمیم گرفتن راه رفتن یاد این سگ بدن، با وجود اینکه تمام پزشکان میگفتن این سگ نمیتونه زنده بمونه. و در کمال ناباوری این سگ تونست با تمام موانع زندگیش روبرو شه و زنده بمونه و تبدیل به یه نماد بشه برای آدم‌ها. وقتی یه سگ تونست با وجود تمام موانعی که سر راهش بود مسیر جدید خودش رو بسازه، وقتی تونست زنده بمونه و نمادی از امید و اراده باشه برای میلیون ها نفر آدم تو سطح دنیا، پس شاید اینجا باید یه ذره وایسیم، یه فکری بکنیم، یه کمی فکر کنیم. شاید ما داریم از زاویه اشتباهی به موضوعاتمون نگاه میکنیم. شاید لازمه زاویه نگاهمون رو عوض کنیم. شاید بشه اینطور گفت که محدودیت ها بهانه‌ای برای انجام ندادن نیستن، بلکه فرصتی هستن برای خلاقیت و نوآوری. وقتی اینجوری بهش نگاه کنی موضوع، اون خلاقیت، اون شانسیه که تو اون محدودیت باید پیدا کنی. اون وقتی که ضربه خوردی و نمیتونی بلند بشی، وقتی زاویه نگاهت درست باشه، اون شانسه رو پیدا میکنی و بلند میشی و یه نوآوری انجام میدی که هیچ کس انجام نداده. همانطور که فیت تونست راه جدیدی رو برای حرکت پیدا کنه، تمام کمپانی ها، تمام برندها باید یه مسیر جدید برای ادامه پیدا کنن. برای اینکه دنیا در حال حرکت و دگرگونیه. دنیا ثابت نیست، جریان ثابت نیست، زمان ثابت نیست، هیچی ثابت نیست. پس مدام در حال حرکتیم، مدام در حال تغییر. پس باید با این تغییر همگام بشیم. همون کاری که کمپانی ما چند سال پیش شروعش کرد و الان میلیون ها دلار از این مسیر درآمد کسب کرده و به صدها آدم، هزارها آدم تو این مسیر کمک کردن که درآمدهای خودشونو بسازن، مسیر زندگی خودشونو بسازن، بیزینس خودشونو بسازن. فیت توجه همه رو جلب کرد. دقیقاً مثل کمپانی ما که نظر تمام آدما رو جلب میکنه. ما در متین تک به شما آموزش میدیم که چطور از سوشال مدیا درآمد کسب کنید، چطور از 7 تا پلتفرم و هر پلتفرم جدیدی مثل فیسبوک، اینستا، واتساپ، تلگرام، لینکدین، یوتیوب، تیک تاک و خیلی هر چیزی که توی سوشال مدیا هست، چطور داخل اونا تبلیغات انجام بدین، چجور ازشون درآمد داشته باشین و چجور خودتون رو برندینگ کنین. دوستان، اگر دوست دارین اطلاعات بیشتری درباره این بیزینس و چگونگی انجامش داشته باشین، فقط کافیه به من پیغام بدین یا از طریق وبسایت من که توی بایوی پیج من هست اسم و ایمیلتون رو برای من بذارین تا اطلاعات تکمیلی براتون ارسال بشه و وبینارهای رایگان رو براتون ارسال کنیم. هر جا هر سوالی بود من با کمال میل براتون توضیح میدم تا اطلاعات شما کامل بشه و تصمیم بگیرین که آیا این بیزینس به درد شما میخوره یا نه. منتظر دیدار شما عزیزان هستم.